خبر داره براتون از امام جمعه های مفخر عظما که از ترس قیام به این روزه ها رو آوردن. این روزها گرانی های فزاینده تشدید پیدا کرد. ما این گرانی ها رو در دولت شهید رئیسی هم از همین تریبون گفتیم. برای ما حفظ نظام مهمه. برای ما مهم است که این نظام بماند. این گرانی ها ضربه میزند. این بوفالوی ولایت هم یک دفعه یاد معیشت مردم افتاد. بسیجی کار کنید. اگر شما بسیجی هستید نباید مردم در مسائل معیشتشون اینقدر در فشار باشن و با این گرانی های بی ضابطه و بی منطق روبرو بشن که هیچ ضابطه و منطقی پشت این گرانی ها نیست. این شما و این هم ضابطه و منطقی که پشت این گرانی هاست، اون هم از زبون یکی از کارشناسای حکومتی. گفتم که پایتخت پولشویی ایران مشهده و ما رفتیم مؤسسه‌ای رو نگاه کردیم منسوب و منتسب به امام رضا که رفتن وقتی کنترلش رو به دست گرفتن نگاه کردن دیدن 8,000 میلیارد تومان مجموع موجودی ها و دارایی هاشه، حدود 13,000 میلیارد تومان انواع بدهی ها. همون موقع تمام اینا رو ملت همیشه در صحنه و امت شهید پرور اینا عجیب تک تک شما نصف شب یواشکی برداشتن بهشون دادن. از اون طرف مال مردم رو اونطوری بالا میکشن، از این طرف ببینید پزشکیان چی میگه. دستور دادیم چراغ‌ها رو خاموش کنن، پرده ها رو بکشن. شما دیدید وقتی پرده ها رو وا کردن نور بهتر شد، ولی ما پرده ها رو بسته بودیم، چراغ روشن کرده بود. به این باشه فردا راه حلش برای ماشین لباسشویی ها هم یه چیزی تو این مایه ها میشه. حالا بشنوید از زبون این مزدور عراقی خامنه‌ای که پول مردم ایران رو خورده، تازه از این تزا هم میده. ما تو جنگیم تو زمان جنگ. الان وقت نقد نیست. عرض میکنم وقت نقد نیست. الان به خاطر گرانی و بعضی مشکلات در کل دنیا گرانی هست. در کل دنیا مشکلات گرانی هست. بدانید من از خارج عرض میکنم به شما. حکایت پرروگری این جماعت حکایت این میمونه است، البته دور از جونه این میمونه با نمک. این هم یک چشمه از حرف دل مردم ایران که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده. مگر مردم بنزین رو در صبحانه و نهار و شام استفاده میکنن که میگید مصرف بنزین مردم ایران زیاده؟ مگر نه اینه که مردم بنزین رو تو خودروهای تولیدی شما استفاده میکنن که در دنیا 103 میسوزونن و خودروهای انحصاری تولید شما 116 لیتر سوخت مصرف میکنن؟ توی تلویزیون کارشناسای دولت اعلام کردن که یک آب معدنی ارزونتر بنزینه. نرخ سوخت در افغانستان 70,000 تومنه، $1. خب کی دلاره کرد 70,000 تومن؟ دلاری که 1000 تومن بود ما کردیم. آیا مردم ایران باعث شدن پول ملیشون 70 برابر ریزش کنه؟ ماشین خارجی رو داریم به 30 برابر قیمت جهانی میخریم برای اینکه انحصار خودروسازی شما وجود داره، برای اینکه خودرو وجود داره. حقوق و دستمزد که میشه به نرخ بدترین کشورها دستمزد پرداخت میکنید و وقتی که بنزین میرسه میگید به نرخ جهانی. خبر تو خبر. حالا که صحبت از بنزین و خودرو شد، یه نگاهی هم به پاسخگویی این مشنگ و دوله ولایت مدار بندازید.
ببینید شما خود تو مرکز تحقیقات موتور دارین کار انجام میدین، موتورهای مختلفی معرفی کردین، EF7 توربو پلاس، EFP موتور 3 استوانه GDI 3 استوانه توربوشارژر، اینا هیچ کدوم رو خودروهای ایران خودرو نصب نشدن. یعنی حتی EFP هم الان تا جایی که من میدونم مشکل تامین میلنگ داره و یعنی در واقع شما دارین اینجا کار میکنین، پیشرفت میکنین، توی خودروسازی اصلا یه اتفاق دیگه داره میفته و مردم این تاثیر رو نمیبینن. و از طرف دیگه آقای میرسلیم درست گفتن در مورد قیمت سوخت. من مصرف کننده ایرانی واقعا قیمت سوخت 2 لیتر 3 لیتر 1500 تومان خیلی فرقی برام نمیکنه. از طرف دیگه نمیشه قیمت سوخت رو بالا برد، یه مشکل خیلی بزرگ امنیتی به وجود میاد. خب انگار که یه گره کور خورده این وسط. چجوری قراره چه اتفاقی واقعا بیفته که شما بتونین موتورها رو ماشینا بذارین، قیمت سوخت رو چجوری میخوان اصلاح بکنن؟ اینو میشه توضیح بدین؟ توضیح میتونیم بدیم. من باید برم آقای باشه موجود کنه خود توضیح بده این قضیه دوستان روشن بشه. خدمت شما که این سرتشتک سپاه بعد از مدت‌ها سکانس معروف فیلم قیصر رو بازسازی کرد. ما پادگان F-35 رو زدیم. حتی اخباری که اونجا به ما میرسه شاید مثلا یه چیزی رقم 20 فروند هواپیماش منهدم شده و سوخته و از بین رفته. حالا اصلا 20 تا 5 تا باشه، 10 تا باشه، 8 تا باشه، مهم اینه که ما زدیم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره وارد. حالا دیگه کارشون به جایی رسیده که کارشناسای بسیجی به صراحت میگن آتش بس تو منطقه به ضرر عظماست. امروز خیلی با نگرانی خبرها رو دنبال می‌کردم و اون هم مسئله اینه که آتش بس در لبنان داره نزدیک میشه. برقراری آتش بس منفصل، آتش بس کامل، آتش بس موقت چند روزه مهم نیست. این که منظورمون پایان جنگ. آتش بس برای من که میگم اصطلاحاً از در ادامه صحبت منظورم پایان جنگ. اگر این آتش بس پایان جنگ رخ بده به صورت منفصل با هر شرایطی، با تاکید بکنم با هر شرایطی، حتی اگر اون شرایط این باشه که مثلا اسرائیلیا بیان 4 تا امتیاز مرزی هم مثلا به لبنان بدن، یعنی در چیز مافوق محال میگم در این حالت شکست کامل حزب الله و پیروزی کامل اسرائیل. حزب الله 8 اکتبر وارد جنگی شد که کسی با اون نمی‌جنگید. او وارد شد، گفت من در حمایت از غزه وارد میشم و جنگ ادامه دارد تا روزی که جنگ در غزه تموم شه. اسرائیل اومد زمینی وارد شد، فرماندهان رو کشت، سید حسن رو کشت، بعد گفت دیدی تموم کردم اگر اون خود دیگه و جنگ در غزه ادامه دارد. معلوم هم نیست تا که شاید 5 سال دیگه 6 سال دیگه او از این حرفا میزنه دیگه و فهم که مجبور شدی آتش بس رو بپذیری. منم با شما هم فکرم. معلومه که این روزا عظما و مهرهاش از ترس شب و روز ندارن. بعد از همه داستان سرایی ها و ادا اطوارهایی که درباره فیلترینگ در آوردن، آخرش حرف کارشناساشون اینه: ما وسط یک جنگ رسانه‌ای جهانی علیه جمهوری اسلامی هستیم. با رفع فیلترینگ دوباره مردم و افکارمون رو هول میدیم دست طیف مقابلمون و به راحتی ما رو بازیچه خودشون قرار میدن. کما اینکه ما 401 دیدیم توی فضای مجازی ترند یه چیز دیگه بود، تو کف خیابون و وضعیت جامعه یه چیز دیگه بود. زرشکیانم منکر همه چی شد و گفت من از اولم گفته بودم که فقط رانندم و هیچی رو عوض نمی کنم. راننده عوض شد، جهت و هدف که عوض نمیشه. من تو انتخابات گفتم چشم اندازی که مقام معظم رهبری گفته همان است، سیاست هم همونه. گفتن تو برنامه نداری، ما برنامه داریم. مگه او حق، من حق دارم مگه برنامه خارج از اون سیاست به اون برنامه‌ای که حاکمیت و شورا مملکت امضا کرده دوباره بدم؟ مگه حق دارم؟ این دم آخری آخوندا از رفقای قدیمیشون هم دارن دل میکنن. بله، ما خیلی نباید به روسیه تکیه بکنیم. اینها چندان صداقت ندارن. یعنی به نظر من از ایران به عنوان یک سپر استفاده میکنه، یک سپر در مقابل آمریکا. عظما میخواست پیچ نظامش رو شل کنه، اما چنین بلایی سرش اومد. بازمانده های باقی سلسله هم به صحنه اومدن و خواهان ارث پدرشون شدن. مثلا این
از بازمانده های سلسله سلجوقیانه. نام نامی مردم قهرمان ایران زمین، من شاه عباس سلجوقی، شاه شاهان، امپراتور ایران زمین، آخرین بازمانده از سلسله سلجوقیان در ایران، از ترک تباران و از ترک زبانان ایران زمین می باشم.